قراره با هم امروز با 10 تا از بهترین سریال‌های رمانتیک و عاشقانه ترکی جدید آشنا بشیم که نسبت به بقیه سریال‌ها امتیاز IMDb بالاتری دارن. پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. شماره 10. سریال دختر پشت پنجره. سریال دختر پشت پنجره یه سریال متفاوته که تو سال 2021 ساخته شده و به تازگی هم پخش فصل دوم اون شروع شده. داستان این سریال دیدنی که از روی رمانی به همین اسم ساخته شده در مورد زوجی به اسم سداد و نالانه که هر دو در گذشته خودشون رازهای تاریکی دارن. در نتیجه برای رهایی از اون تاریکی‌ها تصمیم به ازدواج با هم میگیرن. اما این ازدواج اونا رو از این تاریکی‌ها نجات میده. برجو بیریجیک و فیاض شریف اولو بازیگران نقشای اصلی این سریالن. شماره 9. سریال عشق، منطق، انتقام. این سریال با بازی برجو ازبک، ملیسا دونگل، ایلهان شن و بوراک یوروک از روی یه سریال معروف کره‌ای به نام بانوی تنهای هیله‌گر ساخته شده و داستان اون در مورد زوجی به اسم اسرا و اوزانه که در گذشته یه ازدواج ناموفق و پر از سختی رو با هم تجربه کردن. بعد از گذشت مدتی اسرا توی شرکت شوهر سابق خودش که حالا آدم ثروتمندی شده استخدام میشه تا شاید دوباره بتونه قلب اوزان رو به دست بیاره. شماره 8. سریال سمت چپم. این سریال زیبا و درام عاشقانه با بازی ازگه یائیز، تولگا مندی و جمره بایسل داستان زندگی مادر و دختری به نام سرا رو روایت میکنه که سعی دارن بعد از پشت سر گذاشتن یه سری مشکلات و تجربه کردن زندگی با شکوه و با ثروت به زندگی معمولی و جدیدشون عادت کنن. سرا دانشجوه و توی دانشگاه با چالش‌های زیادی روبرو میشه که مهمترین اونا عشقه. شماره 7. سریال بازی بخت. یکی دیگه از سریال‌های کمدی رمانتیک تابستون امسال همین سریال بازی بخت نام داره که در اون آیتا شاشماز و جمره بایسل بازی میکنن. داستان این سریال در مورد یه دختر جذاب و زیبا به اسم آداست که معتقده اگه با عشق اولش ازدواج کنه خوشبخت میشه، اما بعد از خیانت عشق اولش اون فکر میکنه دیگه هیچ وقت رنگ خوشبختی رو نمیبینه، در صورتی که سرنوشت پسر به اسم برا رو سر راه اون قرار میده تا زندگی اونو کاملا تغییر بده. شماره 6. سریال امانت. سریال امانت با بازی خلیل ابراهیم جیهان و سیلا ترک اولو در سال 2020 شروع شد و این سریال عاشقانه خیلی زود به یکی از سریال‌های پرطرفدار ترکیه تبدیل شد. داستان این سریال از جایی شروع میشه که مادر یوسف در زمان مرگش اونو به عنوان امانت به برادر شوهرش یامان و خواهرش سحر میسپاره. نگهداری از این امانت عشقی عمیق رو بین سحر و یامان به وجود میاره. میخوای با بهترین سریالای این لیست آشنا بشی؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بش و ادامه این ویدیو رو از دست نده. شماره 5. سریال یشیلچام. پخش این سریال جذاب در سال 2021 شروع شده و همچنان هم ادامه داره. در اون بازیگرای معروفی از جمله چاغاتای اولسوی در نقش سمیح و افراساراج اولو در نقش تولین و سلین شکرجی در نقش مینه نقش آفرینی میکنن. این درام عاشقانه که حال و هوای کاملا متفاوتی نسبت به بقیه سریالا داره در مورد یه فیلمساز جوونه که در راه رسیدن به شهرت در دهه 1960 که دوران طلایی سینمای ترکیه است با اتفاقات هیجان انگیزی روبرو میشه. شماره 4. سریال آقای اشتباه. سریال آقای اشتباه در سال 2020 پخش شد و این سریال کمدی رمانتیک خیلی زود مخاطبای زیادی رو به خودش جذب کرد. چون یه زوج پرطرفدار برای بار دوم توی این سریال در کنار هم قرار گرفته بودن و اونا کسی نبودن جز جان یامان و ازگه گورل. توی این سریال با قرار گرفتن دو آدم متضاد به اسم ازگور و ازگی در کنار هم شاهد حوادث جالبی هستیم.
ازگور یه پسر خوشتیپ و از 7 دولت آزاده که سعی میکنه تا فوت و فن ارتباط با پسرا رو به ازگی که یه دختر صاف و ساده و احساساتیه یاد بده. شماره 3. سریال داستان جزیره. این سریال یکی از سریال‌های محبوب تابستون 2021 بوده که البته همچنان هم ادامه داره. داستان عاشقانه این سریال با اختلاف و لج و لجبازی حاضران و پویراز بر سر مسائل کاری شروع میشه و به همکاری اونا با هم ختم میشه. نقش زوج اصلی این سریال رو آلپ نوروز و آیچه آیشین توران به عهده دارن که این روزا کلی هم طرفدار پیدا کردن. شماره 2. سریال آپارتمان بیگناهان. فصل اول این سریال پرطرفدار از سال 2020 شروع شد و به تازگی فصل دوم اون هم شروع شده. بازیگرای این سریال یکی از یکی معروف‌ترن و در اون فرح زینب عبدالله، بیرکان سوکولو، ازگی مولا و مروه دیزدار ایفای نقش میکنن. البته در فصل دوم اون ملیسا شنولسون هم به کادر بازیگرای این سریال اضافه شده. داستان این سریال در مورد پسری به اسم هانه که یه تصادف زندگیشو عوض میکنه. هان و خانواده‌اش رفتار نرمالی ندارن، اما با آشنا شدن هان با اینجی اون برای اولین بار میخواد که برای خوشبختی خودش قدمی برداره. شماره 1. سریال تو درم را بزن یا عشق مشروط. این سریال که یکی از محبوب ترین سریال‌های کمدی رمانتیک ترکی به حساب میاد در 2 فصل و در سال 2020 و 2021 پخش شده و همین تازگی هم به پایان رسیده. داستانش هم از اونجایی شروع میشه که ادا ییلدیز و سرکان بولات یه جورایی کارشون گیره هم میشه. ادا برای گرفتن بورسیه تحصیلی و سرکان برای داشتن یه نامزد قلابی. اینجوری میشه که این دوتا که چشم دیدن همو نداشتن حالا واسه رسیدن به اهدافشون مجبورن همدیگر رو تحمل کنن و از همینجاست که ماجراهای باحال عاشقانه این سریال هم شروع میشه. فکر نکنم که ستاره‌های این سریال هانده ارچل و کرم بورسین دیگه برای کسی نیاز به معرفی داشته باشن. خب بگیم ببینم نظرتون راجع به این سریالا چیه؟ کدوم یکیشون رو دیدین؟ تصمیم دارین در آینده کدوم رو انتخاب کنید و ببینید؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و این ویدیو رو لایک کنید و عضویت در کانال لنز رو هم فراموش نکنید.